به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، برنامه که درباره مهمترین حوادث و یا مسئله های فقهی و اینچنین مسئله هایی که هر روز در حیاتی یک و یک ما رخ می دهد و ما در اکثر این مسئله ها چیکار کردن رو نمیدانیم همراه شما صحبت میکند. امروز باشد برای شما عزیزان موضوع آماده کردیم با نام مشروبات های مست کننده که درباره خرید و فروش استفاده کردن بعضی از موادهایی که در ترکیبشان الکل وجود دارد و این چنین کار کردن در مکانهایی که در آنجا الکل و یا شراب می نوشند صحبت میکنیم. بیاید پیش از آن که درباره این همه موضوع صحبت کنیم، یک موضوع کوتاه یا خود معلومات کوتاه درباره مشروبات مست کننده داشته باشیم که اساساً در جای ما عرق میگویند یا شراب هم میگویند و الکل هم میتوانیم بگوییم. چگونه که میدانیم شریعت مقدس اسلام الکل و کل مواد مست کننده را برای مسلمان ها حرام کرده است و این حرام کردن در وقتش یک و یک باره و در 3 مرحله اساسی بود. از بس که عرب ها در جاهلیت خیلی شراب نوش بودند و حتی مثل آب شراب را استفاده می کردند، خواه در تجارت خواه در خانه در همه جا از شراب در آنها استفاده کردن بود. یک و یک باره شریعت برای آنها شراب را حرام نکرد. در 3 مرحله، در مرحله اول یگانه الله خبر داد که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. مردم تو را از قمار باختن و از شراب میپرسند و آنها بگو که اینها گناهی کلان دارند اما برای مردم فایده هم میرسانند و فایده اش در زمانش یکم سرخوش میشدند یا خود با این تجارت میکردند و از این چیزها. سپس در مرحله دوم الله خبر داد که در وقت مست بودن به نماز نزدیکی نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه بدانید که چی گفته ایستاده اید. و یک انسان برای 5 وقت نماز باید کل روز از عرق دور می شد. و آخران الله خبر داد که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای آنهایی که ایمان آوردید همانا بدانید شراب، تمام موادهای مست کننده و تمام نمود قمار و تمام نمود بت و بت پرستی و این چنین همه نمودهای فالبینی اینها رجز از عمل شیطان، پلیدی عمل شیطان هستند. شما از اینها دور باشید. سپس در این باره باز خبر داد که شیطان میخواهد بین شما در شراب و این چنین در قمار باختن دشمنی بیاندازد و سبب شراب نوشی شما و سبب قماربازی شما این دشمنی زیاد بین شما و بین دیگر برادرانتان می شود. فهل انتم منتهون، الان شما بس می کنید یا نه؟ اکنون که برای شما همه این را گفتیم پس باید بس کنید. انا با همین کلن برای مسلمان ها شراب نوشی حرام شد و این چنین وقتی می بینیم هر چیزی که شریعت حرام کرده است، خواه فروختنش را خواه خریدنش را خواه خوردنش را، یعنی هر چیزی که در شریعت حرام است 100% در آن چیز ضرر جدی برای انسانیت هست. انا برای همین الله چون رحمان و رحیم است برای ما تمام موادها خواه خوراکواری باشد خواه از بعض اخلاقهای انسانی باشد وقتی میداند که برای ما ضرر دارد آن را برای ما حرام کرده است. و البته میدانیم که درباره ضررهای خودی الکل و هر چیزی که انسان را مست میکند شب و روز حتی در خود سایت های کفار و یا نفرانی که عرق را حلال میدانند خوانده میتوانیم. البته که در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست الخمر ام الخبائث، میگویند خمر مادر تمام بدکرداری ها میباشد و چطوری که میدانیم سبب تجاوز شدن خیلی زیاد حتی کودکان حتی محرم ها به سبب شراب نوش بودن
کردن یکی از اعضای عائله هست و این چنین سبب دزدی اکثریت نفرانی که به دزدی دست زده‌اند یا به سبب اینکه میخواهند الکل بخرند یا به سبب اینکه آنها میخواهند یگان مواد مست کننده دیگر مثل مواد مخدر خرند و این چنین کمبغلی اکثریت عائله هایی که کم بضاعت هستند محض سببش همین یک نفر عرقخور یا خود میزده در خانه است که همیشه هر بود و باشی عائله رو میبرد و به عرق یا خود شراب صرف میکند و البته در اینجا پاش خوردن عائله ها کم نیستند. عائله هایی که به سبب میزده بودن شوهر پاش خوردند و یا فرزندان سرگردان شدن و البته که از همه بدترینش تغییر یافتن شخصیت انسان. بارها خودتون هم شاهد گشتید یک نفری محترم، یک نفری که از اهل شاید خرد است یا خود از اهل معرفت است، اینتلیجنسیا میگویم، یا یک باره شرابخور می شود و به یک انسانی که از حیوان هم دیگر پستر است تبدیل می یابد. در لباس پوشیش، در سخن کردنش، در خوردنش، در راه گردنش، در همه حالتهایش او یک پسترین انسان می شود و حتی کودکان به او با مسخره نگاه میکنند. برای همین شراب انسان را به یک خودی دشمنی تبدیل میدهد و ببخشید انسان را به یک حالت تبدیل میدهد که الکی از انسانگری میبراید. و اینجا عزیزان البته که از روی صحت و سلامتی هم شما میتوانید پیدا کنید که نفرانی که عرق میخورند اول شده جگرشان نابود می شود، رفته رفته معده‌شان به بیماری های سرطان گرفتار می شود و البته که در آنها اختلاطی ذهنی می شود. اکثریت حتی کلامشان را رفته رفته گفته نمی توانند، دیگر دست و پایشان خودشان را اطاعت نمی کند، به لرزه دست و پا دچار می شوند و این چنین یگان فکر مستقیم ندارند و یعنی تمامی اعضای بدن آنها، گفتیم کل ارگانیسم آنها دیگر از زهر الکل می شود به یک ویرانه و خرابه که انسان میزده نه کلامش، نه رفتارش، نه یگان عملش در نزد کسی قدر ندارد. انا این بود که شریعت این رو حرام کرد و مایان همه ساله شاهد آن هستیم که چقدر مادرها علل خصوص در کشورهایی که اکثریت میزده هستند مثل روسیه و اوکراین و اینجاها بسیاری ها حتی کودکان خود را از بالای آشیانه ها به پایان میپرتایند. بعضی ها حتی با کارد و با چیزهای دیگر به پدر و مادر خود حمله میکنند و نفرانی که در حالت مستی به هزارها دهشت دیگر دست دادند البته کم نیستند و خیلی بشمارند. و اینجا جزای عرقخوران، جزای شراب زده ها در قرآن یا خود در اسلام چه است؟ البته که این رو ما از روی حدیث میبینیم. بعضی عملهای هست که جزای آن را در خود قرآن ما دیده میتوانیم، بعضی عملهای هست که جزای آن را تطبیقا پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بودند. مثلا در حدیث ابن ماجه آمده است که انس ببخشید حضرت انس میگویند رضی الله عنه در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ما وقتی میدیدیم که یگان نفر شراب خورده است او را میزدیم. بعضی ها با پای افزالشان، بعضیشان با چوب دست تا 40 دره میزدند. و در ما روایت حضرت علی هست، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که میگویند در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم عرقخور یا شراب نوش را 40 دره میزدند. سپس در زمان ابوبکر هم، در زمان عمر باشد 80 دره میزدند که این برای من افضل تر است. پس اینجا در فقه اسلامی دیده میتوانیم که اگر از روی اسلام حکم کرده شود نفری که عرق می نوشد او را می شود از 40 تا 80 دره، البته که برای قاضی یا خود سودیه نگاه کرده او را تعذیب داده شود تا اینکه از این عملش دست بکشد. ولی اینجا یک مشکلی یا خود یک چیز جدی در آن است که هر نفری که عرق را یا خود موادهای مست کننده را که در این باره نص صریح در قرآن آمدگی هست و این چنین در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدگی هست، هر کسی که این را دیده و دانسته حلال می‌داند،
هرگز او را ما مسلمان گفته نمیتوانیم. البته که اگر توبه کرد از این سخنش برگشت او مسلمان است، توبهش قبول است. اما کسی که گفت نه حلال است، برای من حلال است، من قبول ندارم که این چیز حرام باشد، نه در قرآن نه در حدیث، این وقت این انسان که یک چیزی 100% روشن اسلام را انکار کرده ایستاده است، از اسلام حتی خارج می شود. و اینجا عزیزان درباره حتی عملهایش، مثلا در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که عرق نوشید، شراب نوشید، 40 روز نماز او قبول نیست مگر اینکه توبه کند و الله توبه او را قبول میکند. و سپس اگر باز عرق نوشید، باز 40 روزه نماز او قبول نیست و اگر توبه کند باز الله او را میبخشد. و اینجا ببینید که اگرچه عرق نوش است، شراب نوش است، هر انسانی که توبه کرد البته که توبه او قبول است و الله گناههای او را میبخشد. اما انسانهایی که توبه هم نمیکنند و در عرق نوشی میمیرند، پناه به الله، در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که در عرق نوشی مرد یا توبه نکرده مرد، در اینجا سقاه من نهر الخبال، الله او را در قیامت از نهری که خبال است یا خود از فسادهای اهل دوزخ آن نهر ترکیب می‌یابد، از همان آب می نوشد به سبب اینکه آن چیزی که در شریعت حرام بود از او استفاده کرده بود. و اینجا عزیزان بخشی زیاد میگذاریم به موضوع تجارت یا خود خریدن و فروختن موادهای مست کننده و یا کار کردن در جایهایی که در آنجا خودی عرق نوشی یا خود استحصال شراب است و یا جایهایی هست که برای خودی موادهای مست کننده را از کشور به کشور دیگر بردند کمک میکنند و جایهایی که عموما آنها کارشان رابطه دارد به می فروشی یا شراب فروشی. پیش از این بیایید نگاه میکنیم به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در مسند امام احمد است. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر 10 عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه و ساقیها و بائعها و آکل ثمنها و المشتری لها و المشترات له. سبحان الله، اگر به حدیث نگاه کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیث 10 نفر را لعنت کردند. 10 نفری که آنها کاروبارشان با موادهای مست کننده است. اولش هر کسی که عصیره در ساختن عرق دست دارد، یعنی برای شراب ساختن خواه با دستش باشد خواه با فابریکه و زواد و حاضره تکنولوژی معاصر باشد، هر کسی که در جاده شراب سازی کار میکند گویم. دویمش معتصره، هر کسی که همین کار را کن گویان بالای اینها مدیریت دارد، یعنی اینجا هم کارگر هم مدیری فابریکه های مواد مست کننده سازنده را پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند. چی تو مدیر هستی و عموما دست در عرق سازی یا شراب سازی نداری و چی تو یک انسان عادی هستی که میگویی من عرق نمی نوشم اما من در فابریکه عرق سازی یا شراب سازی کار میکنم. اینا 2 نفر هستند. سیوم نفر شاربه، هر کسی که می نوشد. چهارمش حامله، هر کسی که شراب را میکشاند میبرد، یعنی برنده آن، یا گفتیم از یک نفر به نفر دیگر برده میرساند، یا اینکه در جای کار میکند که مثل پیش خدمت ها به مشتری ها و یا خود نفرانی که مهمان هستند رفته به دست آنها موادهای مست کننده میدهد. پس آنهایی که با ماشین خود از مغازه به مغازه دیگر موادهای مست کننده میبرند و یا نفرانی که در جای کار میکنند که برای مشتری ها و یا مهمان ها آنها مواد مست کننده تقسیم میکنند، انا به همین حامله ها داخل میشوند. و المحمولة الیه، و نفرانی که به دست آنها برده میدهید، یعنی هم نفری
این چیز رو بین دو نفر برنده و هر نفری که این رو به دست گرفت و ساقیه و حتی ریزنده هایش رو. بعضی ها هستن میگوین من نمی نوشم اما چند بار به پدرم یا ببخشید به نفران دیگر ریخته دادگی هستم. هر کسی که در ریختن و پیش خدمتی کردن در خود موادهای مست کننده دست دارد او هم داخل می شود. و ساقیه گفتیم و بائعه و فروشنده. انا با همین کلمه هر کسی که در جای کار میکند که او دست دارد در فروختن موادهای مست کننده به این حدیث داخل می شود و نعوذ بالله که دیگر میگه ملعون است، لعنت شده است با زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای همین عموما فروختن این چیز جایز نیست. و اکل ثمنها و خورنده پولش رو. هر نفری که عرق می فروشد و او پولی عرق کت زندگی دارد و یا یک قسم درآمد او از شراب فروشی است. ولی مشتری لها و المشترات له. و هر کسی که به یگان نفر خریده می دهد و یا یگان نفر را برای خریدن می فرستاند. هر کسی که عموما در حیاتش شراب نوشیده نیست لیکن او چندین بار خریده است برای توی برادرش، برای رضا کردن ببخشید مدیرش و یا اینکه آنهایی که در زیر دستان آنها کار میکند و یا برای روزی زاد روزی خش و تبارش به همین حدیث داخل می شود. و هر کسی که یگان نفر رو میگوید که به من رفته شراب خریده بیار تو به مهمانان دهم و یا کار دیگر، یعنی همه اینهایی که در داد و گرفت و خرید و فروش و ریختن و خوردن و پول کار کردن هستند، در این حدیث همشان را پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده هستند. برای همین عموما خرید و فروش کردن و با این راهی موادهای مخدر و موادهای مست کننده درآمد پول کردن در شریعت حرام می باشد. اینجا بعضی ها میگویند آره فروختن برای مسلمان ها حرام است لیکن فروختن موادهای مست کننده برای کفار حلال است. یا خود اگر در روسیه باشیم میتوانیم به روس ها فروشیم یا در اروپا باشیم یا در هر کجایی که هم باشیم اگر به مسیحی و یا یهودی فروختیم در این وقت ما گناهکار نمیشویم. ولی عزیزان این فقط قول یک دو مثلا صاحبان مذهب در خود مذهب ابو حنیفه است. بجز یک قول یا دو قول دیگر کل علمای مذهب احناف هم میگویند نه، حرام در همه جا حرام است، حرام برای همه حرام است. وقتی مسلمان هستی به کشوری مثلا غیر مسلمان رفتی در آنجا فروختنت حلال نمی شود. و البته اینجا یک چند دلیل می آورند که مثلا در بعضی قول ها گفتیم یک تا یا دو تا قول در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجازت است که به کافرها فروشی، اما فقط قولی که بدون دلیل است بخش زیاد. اما در نزد تمام علما صاحبان دیگر کل مذهب و حتی مثلا اینجا امام قرطبی اجماع علمای عصر خودشان میارن که همه اتفاق هستند که خواه به مسلمان خواه به کافر یعنی غیر مسلمان فروختن موادهای مست کننده حرام است. و اینجا میگویند وقتی که حدیث در ترمذی است، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الکی برای شما تمام نمود موادهای مست کننده حرام است، فروختنش، خریدنش، ساختنش، دیگه بردنش، همه چیزش، در اینجا ابو طلحه رضی الله عنه میگویند پیامبر الله من یک چند یتیم دارم و من با پول یتیمان همچون مال تجارتی یک مقدار شراب خریده بودم، مواد مست کننده خریده بودم، اون رو با پول یتیمانی که من سرپرستی آنها هستم خریده بودم، من چی کار کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همه اش را چاش، یعنی همه اش را دیگر پرتاف کن، به آنها دست نزن. میدونیم که در مدینه در اون وقت یهود ها بودن و در اون وقت نصرانی ها هم بودن. اگر فروختن به یهود و نصرانی حلال میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن میتوانی به یهود و نصرانی فروشی و یا اینکه میتوانی پس از مدت وقت به بلاد شام و یا هر جایی که در آنجا دارالکفار است وقت اونجا میروی در آنجا تو میتوانی فروشی. ولیکن عموما در اینجا حدیث امتن آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم فروختنش رو هم حرام کردن. برای همین عزیزان این
یعنی گفتیم قولی 98% علما با دلیل ثابت آمده است که هر چیزی که حرام است فروختنش هم حرام است، پولش هم حرام است، مثل شراب، مثل مثلا گوشت خوک و دیگر روغن خوک، مثل مواد مخدر. و حتی عجیبش در این است که در همه کتاب فقه پیدا میکنید سخنی که گفته می شود فروختن انگور به نفرانی که می می سازند. یعنی حتی فروختن، شما میدونید که انگور رو میخرند و از دست شما همسایه‌تان یا یک نفر دیگر میبرد و می میسازد، این رو هم در شریعت حرام است. و در این باره حدیث هم آمده است که هر کسی که انگور رو در جای ذخیره میکند سپس به یهودی میفروشد به خاطر آنکه یهودی از آن شراب تیار کند گناهکار میشود. برای همین اینجا هرگز مثلا نه فتوا هست ما گفته میتوانیم، ما دلیل گرفته میتوانیم. عزیزان فتوا هست، لیکن هر یک عالم خطا میکند. عالم پیامبر نیست. حتی بعضی خطاگی ها در بعضی صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. برای همین یک بار گفته نمیتوانیم که هر چی شما حدیث آوردید، هر چی دیگر علما گفتند، من یک قولی مثلا یک مذهب رو میگیرم و کلا فروختن عرق رو و یا خود شراب رو حلال میدانم. پس چی در دارالکفر، چی در دارالاسلام، چی در بین مسلمانان و بین کافرها برای مسلمان حرام است که عرق را فروشد و یا خرد و یا حتی هدیه کند. لیکن یگانه در زمانی حاضره که خیلی زیاد به اصطلاح عمومی سوپرمارکت ها خیلی زیاد هستند، مغازه های خیلی بزرگ که از اینجاش تا جای دیگر یک بازار کلان است. گفتم یک شهرک است، در داخلش همه چیز هست. یک مقدارش برای شیرینی فروشی، یک مقدارش حتی لباس، یک مقدارش میوه‌جات، یک مقدارش برای موادهای مست کننده الکلی. انا در همین مغازه ها اگر مسلمان در قسمی مثلا میوه فروشی کار کند و یا در قسمی آن چیز پخت و پز کار کند، او یگان رابطه به الکل نداشته باشد، علمای حاضر زمان یعنی در فتوای علما پیدا میکنید که اجازه دارد که کار کند. برای اون که گویا که او در یک بازار خیلی کلان کار کرده ایستاده است، دست او نه به عرق میرسد، نه او پول عرق را میگیرد، نه او به کسی شراب میفروشد. او در قسمی هست که فقط میوه‌جات میفروشد و یا او در قسمی هست که فقط سبزیجات میفروشد و یا چیزی دیگر، اما خودی موادهای مست کننده در دست او نیستند. انا در این جایها کار کرده میتواند، اما جایهایی که در آنجا او هم چیزهای حلال میفروشد هم حرام میفروشد، گاه میوه میفروشد، گاه مواد مست کننده میفروشد، البته که در این وقت به این حدیثی که در مسند امام احمد است داخل میشود و جایز نیست که در این خیل جایها کار کند. و اینجا عزیزان یک مسئله مهمی دیگر، اینجا وقتی گفتیم فروختنش جایز نیست، خوردنش جایز نیست، خریدنش جایز نیست، این چونین اشتراک کردن در مجلس هایی که در آنجا می می نوشند یا در همان دسترخوان مشروبات مست کننده هست، این هم جایز نیست. برای آنکه در ما حدیث است، این هم در مسند امام احمد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعد علی مائده تدار علیها الخمر. هر کسی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد هرگز به دسترخوانی که در آنجا خمر یعنی مشروبات مست کننده هست چرخ میزند، مردم از آن میخورند، به آنجا ننشیند. و حتی روایت از خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز هست که عمر ابن عبدالعزیز نه تنها نفرانی که عرق می نوشیدند، شراب می نوشیدند، نه تنها آنها را، بلکه تمام نفرانی که در همون ضیافت اشتراک داشتند، چه نمازخوان باشند، چه بی نماز، چه از شراب نوشیده باشند، چه نه، همشون را دره میزد یا جلده میزد، برای آنکه همه در این گناه شریک بودند. برای همین اینجا نه زادروز پدر و مادرم است، اما در آنجا شراب است، یا زادروز یک دوگانه هم هست، یا هزار و یک دیگر چاره‌بینی هایی که در آنجا مواد مست کننده هست. هرچی هم باشد اشتراک کردن حرام است، به سر آن دسترخوان نشستن حرام است و این را مانع و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند. و این چنین هدیه کردن موادهای مست کننده و هر چیزی که حرام باشد، چی به یهودی، چی به نصرانی، چی به مسلمان، به یگان نفر جایز نیست. و هر کسی که میگوید فتوا هست، عزیزان خیلی که گفتیم فتوا چیزی
چیزی دیگر است. بعضی از علمای هست از مسئله ها رو برای ما شاید که خطا گفتیم فتوا دادن. و اینجا مسئله دیگر هم هست. مسئله این که مثلا بعضی موادهای هست یا بعضی خوراکواری و عطرهای هست که در داخلشون سپیرت دارد یا گفتیم الکل دارد. این مسئله ها چی می شود؟ در اینجا چیکار کرده ما می توانیم؟ بیایید درباره خود عطرها و تمامی موادهایی که برای زینت استفاده می شود، برای آرایش استفاده می شود، درباره آرایش های زمانوی و درباره بعضی از داروواری ها بعداً صحبت کنیم. الان باشد بیایید کمی درباره طعام هایی که در داخلشان الکل دارند یا خود شراب دارند صحبت میکنیم. پیش از همه هر مسلمانی که خودش غذایی را تولید میکند و یا خود او در استحصال یگان مواد غذا هست، برای او حرام است که یگان نمود موادهای مست کننده را گیرد و به داخل طعام وارد کند، برای اون که او میداند که در شریعتش حرام است خریدنش، استفاده کردنش و دیگر چیزهایش. اما الان که اکثریت مثلا دیگر داد و گریخت بین مملکت ها خیلی وسیع شده ایستاده است و خودمون هم خواه در روسیه، خواه در اروپا، خواه حتی در بعضی مملکت هایی که مسلمان نشین هستند، میبینیم و میدانیم که بعضی نمودی شیرینی ها، شکلات و دیگر مرملات و از این چیزها در داخلشان یگان نمود سپیرت دارند، یا اینکه حتی بعضی نمود موادهای غذایی که از آرد تیار می شوند، مثل بعضی نمود مثلا تورت و بولشکا و از این چیزها، یا اینکه بعضی نمود کریم ها یا نمودهایی که مثلا این رو ما می توانیم گوییم در کرمی تورت ها استفاده می کنند، در اینها هم یک مقدار کم الکل هستند. اینها چی می شود؟ مسئله همه این چی است؟ اگر ما گفتیم که تمامی نمود حتی یک قطره اش یا زیادش مست کننده که شد حرام شد، پس این چیزهایی که در داخل تقریبا اکثریت موادهای تیاری که ما در مغازه میبینیم در داخلشون سپیرت هست، اینها چی می شود؟ البته که ما میدونیم که شریعت همیشه برای آسان کردن زندگی مردم آمده است، چگونه که گفته بودیم برعکس خرافات. و در شریعت ما مسئله هست، مسئله استحاله. استحاله معنیش این است که یک چیزی که نجس هست اگر وی ترکیب خود را کلاً تغییر دهد، کار کرد شود، او دیگر حلال می شود. مثل این که شما می بینید که مثلا یگان گوشت خوک است، وقتی او سوزانیده می شود کاملا به خاکستر تبدیل می شود، یا اینکه یک مقدار کمی نجاست به آب زیاد داخل می شود و از آن آب نه بویش نه رنگش نه طعمش دیگر می شود، نجاست دیگر در آنجا استحاله یا خود حل شده نابود شده می رود. انا در این وقت این را می گویند مسئله استحاله، که در اینجا تمام علما اتفاق هستند که اگر هر چیزی که مست کننده باشد خود به خود یگان خود دست نزده مثلا به سرکه یا خود اکسوس تبدیل یابد، اکسوس حلال است. اکسوس را هم میدونیم که در نتیجه ترش شدنی مثلا میوه در داخل آب تبدیل می شود و در اول او کمی به مواد مست کننده مانند است و کمی مدت می گذرد که الکی به اکسوس یا سرکه تبدیل می شود. انا همین گونه هر مثلا شکلات، تورت، چیزی دیگری که هم باشد، اگر به داخل اون یک مقداری کم از حد کمی مثلا اسپریت یا روم یا چیزی انداخته باشند، هرچی از اون شکلات خورید هم مست نمی شوید، هرچی از اون تورت خورید هم مست نمی شوید و در اون نه بوی مواد مست کننده وجود دارد، نه طعمش وجود دارد و نه اثرش. در وقتی خوردن شما هیچ مست نمی شوید. انا برای همین در اینجا اجازه هست که این مسئله رو مسئله استحاله میگویند، علل خصوص در سپیرت که همه اتفاق هستند مقدار کمش کاملا استحاله یا خود به مواد دیگر کیمیاوی در وقتی کار کرد و یا در وقتی گرمی تبدیل می شود و انسان چقدر خورد هم از آن مست نمی شود. ولیکن اگر شما دانید که نه مثلا اگر خوردم مست می شوم و یا اینکه بوی الکل بر علا از این شکلات یا از این تورت برآمده ایستاده است، انا در این وقت او خودش رو گم نکرده است، در حالت خودش مانده است و در این وقت از آن استفاده کرده نمی شود. پس مسئله طعام هایی که در داخلش عرق هست
است و این علما از نظر استحاله نگاه میکنند. استحاله گفتیم از نظر کار کرد، آیا این مواد در داخل طعام کلا کار کرد شد و عموما جنس خودش را دیگر کرد و یک مواد کیمیایی مثلا بوی خوش دهنده و یا عمری همان مواد رو زیاد کننده تبدیل یافت و یا در جای خودش ایستاده است با بویش یا با صفت مسکونیش. انا در این وقت هرگز از آن استفاده کردن جایز نیست. در غیر این البته اگر تقوا میکنم و نزدیکی نمیکنم گفتید بهتر، لیکن اگر گفتید حرام است یا حلال ما نمیتوانیم بگوییم حرام است، برای آنکه مسئله استحاله هست و تماما حل شد. اما ژلاتین که آیا حل میشود آیا نه، ان شاء الله درباره ژلاتین و بعضی از غذاهایی که در ترکیبشون روغن خوک و یا چیزی دیگر هست در برنامه‌های دیگر با هم صحبت میکنیم. این بود عزیزان موضوع امروزه ما. الان برمیگردیم به قسم سوال‌ها و اگر وقت پیدا شد باز موضوع را کمی دیگر دوام میدهیم. و اینجا سوال اول: در کجای قرآن کلمه حرام برای عرق استفاده شده است یا در کجا عرق حرام گفته شده است؟ البته که من برای شما آیت رو خوندم از سوره بقره و در سوره مائده هم هست: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وقتی میگه رجس من عمل الشیطان، این پلیدی از عملهای شیطان است، یعنی پلید گفتن همان حرام گفتن است و در دوامش فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شما کاملا خودتان را از آن دور کنید، به آن نزدیکی نکنید. سوال دیگر: اپا جان در قرآن کلمه خمر آمده است، خمر چیزی خمار آورنده است، مایه مست کننده میتواند خمار آورنده نباشد. مایه وای این نفری که سوال دادن چی ها گفته استادن، راستی گپ نمیدونم، سوال خیلی دور و دراز است، به هر حال میخوانم. و اینجا شما وقتی خمارآور میگوید پیش از همه چیز دیگر میگوید، مسئله زبان تاجیکی یا فارسی خودمون است و قرآن که همش در با زبان عربی هست. در زبان عربی معنای خمر اون چیزی که میپوشاند، مثل پرده، خمار زن میگویند، خمار گفته همون چیزی که زن رو میپوشاند و اینجا خمر است عرق یا خود شراب، به خاطر اون که عقل رو میپوشاند و همه این رو میدونند که کسی که مست میشود عقل او پوشیده میشود و چیز گفت یا کرد نمیفهمد. برای همین خمر را در قرآن خمر گفتگی هست و معنای خمر اون چیزی که شما خمار آور گفته ایستادید، این در زبان تاجیکی شاید باشد اما در زبان عربی معنایش چیز دیگر هست. مسئله سیگار و نوش خماری است اما مست نمی کند، اما در بعضی کشورهای مسلمان نشین فتوا دارند سیگار کشی را مباح دانستند. هرچند چیزی خماری است، قرآن محض خمر را ذکر کرده است و این نظر شما چه است؟ دوامش درباره سیگار و درباره نوش من به فتوایی که در کجا مباح گفتن راست دیگه تا همین روز اطلاع نیافتم. هر فتوایی که تا همین روز خواندم در یگان جا دیدگی نیستم که یگان عالم برآمده گفته باشد که سیگار و یا نوش این مباح است. در یگان جا این چیز را دیدگی نیستم و خواهش میکنم اگر شما با دلیل میدونید اینجا ذکر کنید تا اینکه همه برابر اطلاع شویم، وگرنه یک چیزی حرام را حلال گفتن در شریعت گناهی کبیره می باشد. و البته که سیگار و خود نوش هم اگر چه گوییم که به درجه خمر یا خود مشروبات مسکونی نمی درآید، ولیکن یک مقدار کم باشد هم پوشیدن عقل در آن وجود دارد و البته که ضررهایش از فایدهش 100 برابر هست. اسراف مال است، اسراف جسم و بدن است و نابود کردن دندان و دیگر نابود کردن از شوش و چیزهای دیگر است که در اسلام هر چیزی که ضررش زیاد است به بدن انسان و حرام می باشد و به این کی مباح گفته است چگونه که گفتم تا حاضر در یگان جا من ندیدم. سوال دیگر: من در سکلد مرکزی سودای خوراک کار میکنم که در آن مشروبات سپیرتی نیست از یک جا به جای دیگر کشانیده می شود. من گروسچیک باربر شده کار میکنم. من نه فروشنده ام نه خریدار، تنها باربری میکنم و معاش میگیرم. روز 4-5 مرتبه مشروبات سپیرتی در بین بارها شاید کشانم، مگر معاش من حرام است؟ اینجا سوال کننده عزیز پیش از همه و کلی عزیزانی که ما رو میشنوید همین رو بدونید که
هر چیزی که در شریعت هست و آن را با چشم سر خواندیم و دیدیم، همین رو من فقط رسانیده ایستادم. از پیش خودم، نظری خودم اینجا برای کسی نباید مهم باشد. و من در خود حدیثی که خواندم، حدیثی که در مسند امام احمد است و حدیث صحیح است و اتفاقا همه به این حدیث کار میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله 10 نفری که رابطه به شراب لعنت کردند، یک نفرشان یا یک گروهشان همون حامل بود. حامل یعنی بربر یا گروسچک ها. البته که به این حدیث داخل می شود سوال کننده عزیز، و این رو بدانید که هر کسی که برای تقوا یا حلال خوردن یک گناه را ترک میکند، این وعده الله است از بالای سبع سماوات که الله میگوید و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر هم نمیکند. انسانی که تقوا کرده گناه را ترک میکند من رزق میدهم. برای همین اینجا تا امروز که اگر نمیدانستید، اما از همین روز باید بدانید که وقتی شما در بار بردن یا کشانیدن مواد مست کننده دست دارید، به این حدیث داخل می شوید و کارتان گناه است و نباید در اینجا کار را دوام دهید، مگر اینکه شما جدا کرده توانید قوطی هایی که در آن موادهای مست کننده هست و قوطی هایی که در آن دیگر نوشابه های حلال است و به موادهای مست کننده دست نزنید. در اینجا میگیم در اینجا می شود. اما اگر گفتید نه من جدا کرده نمیتوانم، خواه نخواه دستم میرسد، این گفته ما نبود. همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتن حتی کشاننده شراب ملعون است. سلام علیکم. سوالم همین که رید بول انرژتیک یا که لوبوی انرژتیک نوشیدن حرام است یا که حلال؟ خواه رید بول باشد یا چیز دیگر، وقتی که می نوشید چقدر نوشید هم مست نمیشوید و حلال است. اما اگر مثلا یک مقداری کم نوشیدید مست نمیشوید، اما زیادتر نوشیدید مست میشوید، در این وقت این چیز حرام می شود. اما گفتید نومش رید بول است و شاید از جو ساخته شده است، اما هرچی نوشیم یگون خیل از آن مست نمی شوی، البته که در این وقت حلال است. سوال دیگر، یک دامولا گفت که بدترین وطن فروش امیری خمرنوش است، چون که خمر نوشیده مست شود. در فعالیت کارش چیکار کرد و در مناسبت های بین المللی چگونه مناسبت کرد؟ شاید سرخوشانه عمل کند. میگوید خمر به دولتداری چه ربط دارد؟ اگر این طور باشد اکثر پرزیدنت های عرق نوشیده مگر وطن فروشند؟ و سوال کننده عزیز این رو از همون دامولا میپرسیدید، کسی که به شما گفت و گپ او رو من نمیتوانم توضیح دهم برای آنکه گوینده این کلام من نیستم. سوال دیگر، شیرینی‌هایی که در ترکیبشان کنیاک نوشته شده است خوردن جایز است یا نه؟ آره، در همین باره در مطلب آخر گفته گذاشتیم که شیرینی‌هایی که در داخلشان کنیاک نوشته شده است، رم نوشته شده است یا یگان چیز دیگر نوشته شده است، اما آن در رفت ساختن همان شیرینی کارکرد شده است و کاملا صفت مست کننده را از بین در رفت پختن گویم شکلات برده است. انا این را علمای معاصر اجازه میدهند با فتوای استحاله چگونه که گفتیم در شریعت اگر به آب زیاد نجاست افتید و بویش و طعمش و رنگش دیگر نشد، با حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و آب طهارتش پاکیش میماند، یعنی نجس نمیشود. برای همین اگر در آنجا نه بوی کنیاک باشد، نه مزهش باشد و نه در وقت شما یک کروبکه خورید هم از آن شیرینی یا چند دو خورید هم مست نشوید و هیچ مشکل ندارد. اما گفتید نه، انسان وقتی به دهان میکند بر علاوه بوی سپیرت رو میفهمد، یا اینکه وقتی زیادتر میخورید سرتون کمچخیل میشود، در این وقت اثرش هست و نباید به آن نزدیکی کرده شود. به توی حاضر سوال دیگر، ای اپا جان همه به کارهای کردگیش خودش اتویچت میکند، آخر من به توی خویشاوندان صله رحم گفته بروم، در آنجا چند احمق می نوشد، من هم گناهگار میشوم. در سر دسترخوان می نوشی باشد شما گناهگار هستید، یعنی دسترخوانی که در آنجا می هست شما هم هستید. اما در اطراف در دورتر هستید یا شما در کار دیگر هستید که عموما به دسترخوان نزدیکی نمیکنید و یا در جمعی که در آنجا عرق می نوشند همراهشان ننشستید، انشالله باکی ندارد. اما صله رحم زمان صله رحم است که شما رو به گناه کبیره نکشاند. من صله رحم گفته مثلا به خویش تباره که با حرام کار میکنند و حرام میخورند رفته همراهشان هرگز نمی نشینم. سوال دیگر، شامپانسکی یا پیوه الکلش 0% باشد مثل نپید که از 100 لیتر نوشید هم مست نمیشوید.
نوشیدنش حرام است یا نه؟ البته که حرام نیست. وقتی شما میگویید که مقدار الکل در آن 0% است، اون هیچ کس رو مست نمیکند. حتی تا جایی که من میدونم 2% هم انسان چقدر نوشد مست نمیشود. مست شدن از 3%، 2.5% شروع میشود. نمیدونم معلومات تا کجای صحیح هست، لیکن 0% اگر گفته ایستاده باشید و هیچ کس رو مست نمیکند، در این وقت ما مست کنی رو فقط میبینیم، نه اینکه نامش رو در اینجا و چیز رو حرام گفته نمیشود. من در زواد شیشه کار میکنم. در این زواد از جمله برای مشروبات سپیرتی نیز شیشه تیار میکنند، ولی الکل استحصال نمیکنند. من گناهگار هستم یا نه؟ سوال کننده عزیز چگونه که گفتم در ما حدیث است که حتی انگور رو فروختن به کسی که او الکل تیار میکنه جایز نیست. البته وقتی شما شیشه رو میدانید که این شیشه محض برای موادهای مست کننده هست، جایی که کار میکنید، شما اولین قدم برای کمک کردن به الکل فروشی کرده ایستاده اید. برای همین اگر دانید که نه اینجا شیشه های دیگر هم هستند و قسم الکل یعنی برای الکل فروختن شیشه ها آنقدر رابطه ندارد، اما 100% میدونید که این همه این شیشه ها برای الکل می رود یا اکثریتش می رود، البته رابطه دارید و کمک کردن در فروختن سپیرت یا خود ساختن سپیرت که اولش از دست شما شیشه می رود سپس پر می شود و به همان حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند متاسفانه تا حد داخل می شود. و حتی پاسبانی کردن در جایهایی که عرق می فروشند در شریعت جایز نیست، برای آنکه کمک کردن برای فروختن مال حرام می باشد. کواس حلال است یا نه؟ کواس وقتی که مست نمی کند و همه می دانیم که کواس یک نفر رو مست نکرده است، چقدر نوشید هم مست نمی شود، حلال است. اما گفتید نه، بعضی کواس هایی هستند کمی زیادش انسان رو مست می کند، در اینجا نامش رو می گوییم یکی از مشروبات مست کننده. سوال دیگر، در وقت سوزندارو گذرانیدن استفاده سپیرت درست است؟ اگر نه چی باید کرد؟ درباره انشاءالله درباره داروهایی که در ترکیبشون سپیرت دارند و این چونین بعضی از بیماری هایی که بدون سپیرت معالجه نمی شود، من میخواستم یک موضوع کامل در این باره گیریم، اما برای اون که سوالتون به جواب نماند، درباره سپیرت آیا نجاستی معنوی هست یا حسی؟ معنیش چی؟ آیا ما میگیم، ما همه میدونیم 100% خود سپیرت و یا همه نمود مشروبات مست کننده حرام است، خوردنش حرام است، اما اگر بر بدن رسد نجاست می شود بدنتون یا نه؟ در این باره بین علما اختلاف است. اکثریت علما میگویند خود سپیرت هم خوردنش حرام هم خودش نجس هست، برای همین به بدنتون رسانیدید حتما باید شوید. در وقت سوزندارو که هم کرد، پس از سوزندارو پس از مدت برای نماز خواندن جایش رو شوید. اما بعضی از علمای هستن که میگویند اگرچه سپیرت خوردنش حرام است، خودش نجاست نیست، مثل مواد مخدر، نشعه که از گیاه می شود یا نمودهای دیگرش و حرام است، اما به بدن رسد نجاست نمی شود. البته این قول بعضی از علما، حتی بعضی از علمای معاصر هم هست، میگویند سپیرت به بدنتون رسید و نجاست نیست، بوکه ندارد، اما خوردنش حرام. لیکن به هر حال برای از شبهه دور شدن اگر مکانش رو پس از مدت شستید و نماز خواندید این بهتر است. سوال دیگر، شوهرم پیان از خانه بیاید از بو خانه ده شیشته نمی شود، بچه ها رو آزار میتید، چیکار کنم؟ البته که در این وقت بدانید که آیا می شود اصلاحش کرد یا اینکه می شود از او جدا شد. برای اون که بعضی میزده های هستند یا شراب نوش های هستند که می شود آنها رو معالجه کرد و بعضی از بیمارخانه های الان یعنی مخصوص برای شراب نوش ها، یا اینکه با بعضی از دارو و درمانی و بعضی نصیحت ها. نگفتید که این انسان اصلا تغییر یافتنی نیست، این همین خیلی رفتن میگیرد، در این وقت ببینید شاید جدا شدن بهتر باشد. سوال دیگر، به من دکان پیوه فروشی قروض کس میکند، کلینتی دائمی هم هست، من به پیوه فروش که قروض رو با پیوه میفروشد قروض فروشم گناهکار میشوم یا نه؟ اگر شما دانید که قروض شما رو همراه پیوه میخورند و محض برای پیوه نوش ها یا همون ببخشید شراب نوش ها داده می شود، البته که گناهکار می شوید، برای اینکه شما کمک کرده ایستاده اید این رو با اون یکته کرده اونها میخورند و مغازه هم نامش پیوه فروشی است.
البته که در این وقت جایز نیست به آنها کمک کردن. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و هرگز همدیگر را در گناه و در دشمنی کمک نکنید. این آیت پروردگار است. سوال دیگر: چندین بار در خواب میبینم که با الکش ها عرق خوری میکنم، تعبیرش چی باشد؟ درباره خواب سوالی که دادید، این رو اول عزیزان باید بدانیم که تعبیر کردن خواب یک و یک باره نمی شود. برای یک خواب رو تعبیر کردن، شخصیت نفری خواب دیده و این چونین مثلا در کدام حالت خواب دید و نفرانی که با او عرق میخورند کیها هستند، همه اینها رو دانیم. برای همین علم تعبیر خواب رو خودی الله به حضرت یوسف تعلیم داده بود و من یک و یک باره شما رو نشناخته و یعنی چی مشکلی دارید و چی خصوصیت ها دارید خوابتان رو همین خیلی تعبیر کردم نمیتوانم و خودم هم معبری خواب نیستم. سوال دیگر: اپا جان کواس رو میگویند 5% در ترکیبش سپیرت دارد، حلال است یا نه؟ 5% اگر سپیرت داشته باشد و وقتی نوشیدن مست میشوید البته که حرام است. برای اون که خیلی که گفتم بعضی نمود نوشابه های هست که در داخلش سپیرت هست، گفته خواندگی هستید، اما وای کورکرد شده است و انسان چقدر نوشد هم مست نمی شود. اما اگر کواس را انسان زیادتر نوشد، که کواس خورها زیاد هستند میفهمند، زیادتر نوشید و مست شد، البته که 5% که مقدارش الکی بالا است خوردنش حرام می باشد. و اینجا عزیزان یک مسئله مهمی دیگر است. وقتی ما میگوییم این چیزی که در داخلش سپیرت است چی است، اون چیزی که در داخلش سپیرت است چی است، پیش از همه همین مسئله رو دانید که هر چیزی که در داخلش سپیرت دارد و صفت مست کننده دارد، یعنی همون چیز رو زیادتر خوردید مست میشوید، دیگر وای حرام است. اما بعضی چیزهایی که مثلا بعضی نمودی داروها یا بعضی نمودی شیرینی ها در داخلش هست، چقدر خورید هم مست نمیشوید. الکی میگویم هر کسی که این رو به داخل اون وارد کرد او گناهگار است. اما کسی که خرید و میداند که در ترکیبش سپیرت بوده استحاله یا کارکرد شده است، که کارکرد شدن الکی حرام رو به حلال تبدیل دادن است، این رو میگوییم اجازه دادگی هستند. اما در مسئله فقط استحاله یا خود کارکرد شدنی سپیرت یا موادهای مست کننده، بعضی چیزهای دیگر هستند که مثلا ژلاتین، علل خصوص ژلاتین خوک، در اکثریت قول متخصصان هرگز کارکرد نمی شوند و یا شکل آنها بر علا تعیین است در مرملاد یا چیزهای دیگر که در این باره میگویم حرام است و موضوع دیگری هم درباره ژلاتین ان شاء الله آماده میکنیم. اما وقتی گفتیم درباره سپیرت، اینجا در مسئله خوراکواری زیادی مشکلی ما در همین است. اکثریت مثلا حاضر در بعضی حتی نمودهای جرغات، در بعضی صابون دستشویی و خیلی که گفتم اکثریت شیرینی ها، اکثریت مثلا پخت و پز هایی که از آرد تیار میکنند و داخلشان برای خوشبو شدن یا عمر آن را دراز کردن، متاسفانه در دولت هایی که مسلمان هستند زیادتر استفاده میکنند. برای همین اگر گفتید من کلا تقوا میکنم و هرگز نزدیکی نمیکنم، البته دعم یوریبوک الی ما لا یوریبوک، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که هر چیزی که تو شک و شبهه داری اصلا به آن نزدیکی نکن و به چیزی که تو قلبت مطمئن است یعنی شبهه نداری به آن نزدیکی کن. اما نفرانی که از آن استفاده کردن یک باره های تو حرام خوردی، آنها خوراک حرام میخورند یا اینها را گفته نمیتوانیم. اما مسئله کار این مسئله خیلی جدی است، برای اون که در کار استحاله شدن یا کار کرد شدن نیست و 10 نفر را وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین کردن، فروشنده، خریدار، مثلا گروسچیکش، برنده اش و حتی نفری که به یگان نفر خریده میدهد، به یگان نفر فروخته میدهد، به یگان نفر میانه روی کرده میدهد در فروختن، همه اینها داخل میشوند و به این که این کسب خودش حرام میشود و نفرش ملعون است، نباید یگان نفری مسلمان نزدیکی کند. و این چونین چگونه که گفتیم یک خلاصگیری کوچک در آخر، نفرانی که میگویند نه فتوا هست که ما میتوانیم به کافرها فروشیم، میتوانیم در دولت‌های کافر با مثلا تجارت موادهای مست کننده مشغول باشیم. عزیزان فتوا وقتی که هست، اما یک چند حدیث پای در پای می آید و میگوید که فروختنش حرام است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز نگفتند که با کفار میتوانید عرق را فروشید. اینجا مسئله جدی است. بیایید
به دلیل ثابتی که در دست داریم به آن عمل کنیم و این سو آن سو برای حلال کردن یا حرام کردن چیزی که هست به آن ندویم. سوال دیگر: سلام اپای عزیز، دو سوال. مرد از زنش جایز است قرآن درس گیرد؟ دوم، شخصی که قرضدار است قربانی کند یا که نه؟ رحمت برای جواب. درباره سوال اولتون، البته که یک زن میتواند استاد شوهرش باشد، میتواند چه قرآن باشد چه مثلا حدیث باشد یاد دهد، هیچ مشکلی ندارد. بعضی از مسئله ها رو حضرت علی دویده آمده از حضرت فاطمه میپرسیدند، در این باره حدیث ثابت است و یگان کس در یگان جا نگفته است که زن به شوهرش درس دادن جایز نیست. آره، بعضی ها میگویند که نه، وقتی مرد از شوهر از زنش درس گرفت دیگر او حق استادی دارد، او را زدن و دشنام کردن جایز نیست، زندگی اونها به یک یعنی زنجیربندی تبدیل می شود. هیچ اساس ندارد. شما در وقتش همچون استاد مثلا درس میکنید و در دوامش زندگی معمولی زن و شوهری دارید، البته که هیچ مشکل ندارد. زن هم از شوهرش درس خوانده میتواند، شوهر هم از زنش اگر اینها صاحب علم باشد. سوال دوم: اینجا مقدار قرض شما چه خیلی است و قربانی؟ پیش از همه این را بدانید که قرض به دو تقسیم می شود. قرض هایی که قرض های حال هستند، یعنی همان لحظه از شما طلبگارها طلب کرده ایستادند. قرض هایی هست که قرض های با مهلت هستند، یعنی شما مقداری را قرض گرفتید و مدت 5 سال باید کم کم دهید. این خیلی قرض باشد که مهلت 5 سال کم کم دهید یا 1 سال کم کم دهید و در دستتان پول زیادی برای قربانی هست، البته قربانی کرده جایز است، ثوابش رو هم دارید. نه، قرضدارها طلب دارند، در این وقت شما میگوید نه من قربانی میکنم و قرض رو نمیدهم، ببخشید که گناهگار هستید، برای آنکه حق مردم در قرض بالاتر از قربانی و یا عملهایی که سنتی مؤکده هستند میباشد و قربانی فقط به نفرانی که شرایط دارد در نزد اکثر علما واجب است، لیکن نفرانی که شرایط ندارند و قرضدار هستند البته که فرض اولی آنها برگردانیدن قرض می باشد. سوال آخران عزیزان: السلام علیکم و رحمت الله. معلمه شیرین زبان، یعنی معلوم است که یکی از شاگردان هستند. مرد اگر بالای شستن دست ها در حاضر دیزینفکسیا در همین زمان که بیماری دامنگیری دنیا رو گرفته است اگر برد برای استفاده، آیا گناهکار می شود یا نه؟ این چیزی که برای شستن دست ها برای ضد میکروب دیزینفکسیا که میگوییم، خواهر عزیزم، این رو ما با عرق و با مشروبات مست کننده برابر نمی کنیم. برای اینکه یگان نفر برای خوردن از این استفاده نمی کند، همه برای دور کردن میکروب استفاده می کند و چگونه که گفتیم بعضی از علما میگویند سپرت رو برای معالجه و یا در عطرها باشد به طهارت شما هیچ ضرر نمیرساند، برای اون که خوردنش حرام است و خودش نجاست نیست. برای همین دیزینفکسیا هیچ مشکل ندارد، لیکن برای کلا احتیاط یا گفتیم برای تقوا دیزینفکسیا کرده در وقت نماز دستانتون رو شستید بهتر است یا مکانش رو شستید بهتر است. درباره سپیرت رو به کودک در وقت تمپراتور مالیدن چی میگوید؟ در این باره هم چه خیلی که گفتم، در وقت تمپراتور هیچ چیز نداشته باشید و البته که کودک است و نماز نمیخواند انشالله بوکه ندارد، برای اونکه شما میدونید که با سپیرت خیلی زود تمپراتورش میفروید و این یک مسئله ضروری در وقت بیماری هست. لیکن در وقت نفرانی که نماز میخوانند و با سبب یگان بیماری سپیرت کردن، تقوا این است که شویم، اگرچه چه خیلی که گفتم بعضی از علمای هستند که استفاده بردن سپیرت رو برای مثلا بدن در وقت بیماری یا در دوخه یا خود عطرها اجازه میدهند. و عزیزان، این بود موضوع امروزه ما و امیدوار هستیم که یگان معلومات مفید به شما رسانیدیم، معلوماتی که امید داریم در زندگیتان برای شما کمک میکند و تا اینکه در برنامه‌های دیگر با موضوعهای جالب با شما باشیم، در هر چیزی که میخواهید دربارش یک موضوع باشد و برای شما خیلی ضرور است، میتوانید در زیرنویس یا در خود کارگرها طلب کرده نویسید و دربارش انشالله برای شما موضوعها آماده می شود و همیشه در پناه الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.